متواصلین محترم استاجرها سلام. موسی داوری هستم. این بار با یک قسمت از ویدیوی جدید در مورد سکته‌های دماغی با استفاده از کیس‌هایی که از افغانستان به ما میرسن در خدمت شما هستم. امیدوار هستم ویدیو را ببینید. در این کیس‌های ما استروک‌های کوچک، الاستروک‌های بزرگ گنجانیده شده. علتایش هم میتونم یک اندازه تا جایی که امکان داره از نظر رادیولوژیست ما تعیین کنم و بگویم برای شما. در اینجا یک کیس بسیار نادر هم موجود است که از نظر رادیولوژی از افغانستان نادر است، اما در اینجا نادر نیست که او را هم در آخر ما میخوایم دوبارهش گپ بزنم. امیدوار هستم که ویدیو را با دوستانتان شریک کنین و با چینل افغان لکچر سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای دیگی که از کیس های مختلف و بخش CT، MRI و اولتراساوند در به زبان خیلی ساده برای شما بیان میشه مستفید شوین. ما از کیس های کوچک یعنی استروک کوچک یا سکته های کوچک دماغی شروع میکنم الی سکته های بزرگتر. امیدوار هستم با ما باشید. ما مریض را وقتی که ما میبینیم، وقتی که CTش به ما میرسه، البته فایلش دایکام است. فایل دایکام عبارت از اون فایلی است که ما بتونیم به می شکل هر سلایس با هم دیگر تطابق بدیم و با کوچکترین وقت زمانی که میگذرانیم بالاش تعیین کنیم مشکله. فایل های دیگه مثلا GPG، فایل هایی که در فیلم چی میشه پرینت میشه، اونا از نظر کیفیت که بر تشخیص است کم از کیفیتشان و قابل تشخیص بعضی وقت نمی باشه. به او خاطر وقتی که شما اگر عکس میگیرین کوشش کنین که فایل را در یک CD به همراهتان داشته باشین تا در آینده از او استفاده شود، تا دیده شود اگر عکسی که در آینده میگیرین با او تطابق داده شود. عکس با فیلم هایی که سابق شما گرفتین غیر قابل تطابق است و از نظر از این که یک دکتر بتونه ابراز نظر کنه از نظر فیلم خیلی ارزشش کم است. از افغانستان ما مقطعی را که میگیریم 5 میلیمتر است. در اینجا میتونیم مقطعی خدا بسیار کوچک بگیریم چون از افغانستان چیزی که در دسترس ما هست بالا از امو گپ میزنیم. مریضی که در مقابل شما قرار داره یک مریض هست مسن با یک لوحه فلج یا کم قوتی طرف راست مراجعه میکنه. برای دیدن CT ما از بالا شروع میکنیم، میبینیم سطح مغز، سطح کورتکس میبینیم، فرق بین کورتکس و ماده سفید و سیاه رنگ میبینیم، ساحات شیارهای بین جایری رو میبینیم که به نام سالسیات میشه که آیا با هم دیگر اینا فرق میکنه، یعنی در سیمتری زیر در نظر میگیریم، موجودات کتله های داخل سطح داخل قفا در نظر میگیریم و پایان میریم سر دیدن خود ساحات سب کورتیکال یا تحت کورتکس یا تحت پوش مغز. در اینجا ما وایت ماتر در نظر میگیریم، ساحات ونتریکل در نظر میگیریم، میبینیم سیمتریش، قسمت های بیزل گانگلیا را، تلامیر یا تلاموس های دو طرفه میبینیم. پایان تر میریم مید برین میبینیم. مید برین وقتی که پایان میریم به پانس و بعد از او در آخر میدولا. البته در اینجا ما سریبیلوم داریم یا مخیخ داریم با دو طرفش یا دو همیسفیرش و قسمت پایان ما قسمت های تحتی یا پایانی از لوب تمپورال داریم. خب پیش این مریض وقتی که از بالا میبینیم فقط در ساحه سب کورتیکال طرف چپ در قسمت نای فرونتال یک هایپودنسیتی داریم. پایان تر یک هایپودنسیتی دیگه در قسمت پریتال طرف چپ داریم. البته این ساحه نزدیک به ونتریکل است، میتونه که یک ساحه باشه که تا فعلا استروک نکرده اما از نظر اروا نظر به موجودیت فشار بلند و یا دیابت و یا مشکلات وایی کوچک ای تحت به حساب استرس قرار داره. این ما 100% استروک گفته نمیتونیم بلکه یک اصطلاحی به نام لوکواریوزیس برش استفاده میکنیم. اما ساحه سب کورتیکال فرونتال که بالا دیدیم یک استروک کوچک است یا لاکونر استروک است که این علت به وجود آمدن کم قوتی نزد این مریض است و وقتی که پایان میبینیم کدام مشکل دیگری را ما در قسمت های مخیخ، در قسمت های مید برین، پانس ما دیدن نمیتونیم. البته از نظر کلینیکی
امکان کمک برای ما هست که ما کدام ساحه را مورد نظر خود داشته باشیم. اگر دکتر صاحبا برای ما بنویسند که برای پیش مریض کدام علائم خاص موجود است، نه تنهایی که ویکنس طرف راست و چپ که برای ما اکثرا می نویسند، برای ما اعراض اعصاب قفی خیلی مهم است. اعراض ازی که مریض از نظر اینتלקچوال چقدر است، از نظر حافظه چقدر فرق کرده، مشکل در کاگنیشن داره یا نداره، این خیلی برای ما مهم است که اینا را اگر برای ما بنویسن به تشخیص کمک کننده هست. مریض بعدی خودم میبینیم، چون تعداد مریضا زیاد است ما کوشش نمیکنم همه در این ویدیو بگیرم. مریض بعدی ما همچنان بر لوحه کمقوتی طرف راست مراجعه کرده. وقتی که ما از بالای مغز میبینیم ما یک هایپودنسیتی را در ساحه سب کورتیکال طرف راست فرونتال میبینیم. پس میایم پایانی هایپودنسیتی ادامه داره و یک هایپودنسیتی دیگه که در قسمت تاپ آف د ونتریکل یا قسمت بالایی ونتریکل طرف چپ یا لترال ونتریکل از اینجا میبینیم. پایان در قسمت بیزل گانگلیا یک هایپودنسیتی داره. در قسمت فرونتال یک هایپودنسیتی داره که نشان دهنده استروک است که منشأشان کارتکس است. از کارتکس منشأ گرفته و این سیر وایت ماتر یا همو اکسون ها را نشان میده که از این ساحه میگذره و در حقیقت یک والریان دیجنریشن پیش مریض موجود آمده. استروکشان کونه و قدیمی هست. همچنین یک استروک دیگه که برام پریونتریکولار استروک یا پیش مریض میتونه موجود باشه. یک اکثرا سایلنت استروک میتونه باشه او که اعراض نمیده. اما چون این مریض اعراضش به شکل بوده که سابقا پیش موجود بوده و حالا فکر کردم که یک سی تی بگیرن، به او خاطر پیشان یک اولد استروک طرف فرونتال چپ موجود است با والریان دیجنریشن. میم قسمت های پایانتر ساحه مید برین و پانچ در نظر میگیریم. در اینجا کدام مشکل نیست. همسفیر سریبیلوم مشکل نداره. همچنان ما ویندوهای مختلف داریم برای دیدن بون یا استخوان ها، برای پارانازال ساینی که اونها را ما میتونیم به خوبی با تغییر ویندو میتونیم قابل رؤیت بسازیم. یک مریض دیگه خود در نظر میگیریم. در اینجا هم این مریض هم طرف راستش مشکل پیدا کرده از نظر کلینیکی. وقتی که بالا میبینیم میم در ساحه کارتکس چیز مشکل نیست، سب کورتیکال نیست، اما در قسمت های پریونتریکولار یک هایپودنسیتی در طرف چپ موجود است که در ساحه بیزل گانگلیا دیده میشه. همچنان در قسمت تلاموس طرف چپ، بیزل گانگلیا طرف چپ و یک اندازه یک هایپودنسیتی که در قسمت کارتکس و حالت سب کورتیکال دیده میشه. اینجا پیش ما موجود است. در حقیقت نشان دهنده این استروک های مختلف هم میکنه. استروک در کارتکس بزرگ است. استروک در قسمت های بیزل گانگلیا و تلمی عبارت از لاکونر استروک است، کوچک است، از 1.5 سانتی کوچکتر. دلایل از این میتونه دلایل صاحبی باشد، دلایل از این میتونه هم صاحبی و یا ای که یک ایمبولی از دور انتقال کرده باشد. به خاطر پیدا کردن از این که ما بفهمیم که این مشکلش ایمبولی است، به خصوص نزد کسایی که اتریال فیبریلیشن داره، ما باید در ساحات مختلف مغز که روایش از یک شریان نه بلکه از چند شریان است یا شرايين مختلف است، اگر ما استروک ببینیم باید به طرف قلب که منشأ سنترال است به او باید ما مشکوک شویم، چون این ساحه مربوط به آرتری سریبری میدیای طرف چپ است. این ساحات هم ساحات پرفورانت آرتری سریبری طرف چپ است. ما چیزی گفته نمیتونیم، تنها فقط قسمت تلاموس میتونه که از اروای خود از قسمت پوستریور بگیره، چون ساحه باز هم میتونه لوکال تشکل کنه. نمیتونیم نظر به این سه علامه ای که داریم یا استروکی که داریم بگوییم منشأ قلبی است. باید ما بپالیم که کدام مشکل دیگه رو نزد مریض باشه. دفعتا در قسمت مخیخ یا سربیلوم ما یک هایپودنسیتی طرف راست میبینیم، یک هایپودنسیتی کوچک طرف چپ میبینیم که در حقیقت نشان دهنده اروای مختلف است. یک شریانی که از توسط بازیلر آرتری به اصطلاح ساحه‌ای که توسط بازیلر آرتری ما که اینجا هست توسط از این اروا شده و این ساحه ما توسط آرتری سریبری میدیا که به اصطلاح اروای قدامی است شده که خودش نشان دهندهش مشکوک بودن یا ما باید مشکوک شویم به منشأ مرکزی که بارد از قلب است و این مریض باید از نظر قلبی باید
فهمیم که پیشران آتریال فیبریلیشن میتونه پاروکسیزمال باشه، میتونه دائمی باشه که اگر او را کمک کنیم از سکته های بعدی نزد این مریض ما میتونیم جلوگیری کنیم. خب میریم به یک مریض دیگه خود. در اینجا یک مریضه که داریم 45 ساله هست، خانم است و این مراجعه کرده با فلج یک طرف. دفعتا پیش این مریض وقتی که ما میبینیم از ساحه کورتکس وقتی که پایان میایم، ساحه سب کورتیکال ما یک آلت را به خود گرفته که کم رنگ تر است و این اطراف پریونتریکولار زیادتر دیده میشه، با هم دیگر وصل است. اینا در حقیقت لوکاریوسس هستند و در طرف راست در قسمت کپسول اینترنای طرف راست یک هایپودنسیتی دیده میشه که نشانده یک استروک است. میتونه استروک کم قدیمی باشه و نزد این مریض بر علاوه استروک ما باید بگوییم که این مریض ما با وجودی که سنش کم است، 45 ساله هست، یک پریونتریکولار لوکاریوسس و هم به شکل کانفلوئنت داره و نشان دهنده است که فشار این مریض بلند است، دیابت داره و اروای شرايين کوچک نزدشان خیلی مشکلات به اصطلاح داره. این مریض ها را باید از نظر از این که برخلافه که مریض های قبلی که گفتم باید به خاطر دیدن متابولیک سندروم باید در نظرشان به حساب معاینه شوند. اگر دیابت دارن باید شروع کنن، به خاطر که هر ساحه از این ساحات لوکاریوتیک میتونه که در آینده یک استروک تشکیل بده. مریض بعدی ماست. میایم کمک استروک های خود بزرگتر نشان میتیم. این مریض ما طرف چپشان آنن فلج پیدا کرده و باز میایم قسمت بالا از مغزشان میبینیم. آیسته آیسته پایان میریم، ساحات را میبینیم. فرق یا تفریق پذیری بین ماده سیاه و سفید موجود است. دفعتا در قسمت فرانتال طرف راست ما متوجه میشیم که یک ساحه یک اندازه فرق میکنه. این ساحه نسبت به ساحه طرف مقابل و اینجا هایپودنس است، دنسیتیش پایان است. اگر ما ویندوی خود کمک تغییر بدیم امکان دیدن خوبی هست که یک ساحه که در اینجا دنسیتیش پایان است هایپودنس است و نشان دهنده اینفارکت است و اون به شکل اینفارکت نیمه بزرگ در طرف راست مریض که نشان دهنده فلج طرف چپ مریض نمیکنه برای ما قابل رؤیت است. این نسبتا بزرگ یک اینفارکشن است. قسمت های بعدی یا پایانی هیچ کدام مشکلی را ما نمیبینیم. میایم سر مریض بعدی خود. این مریض ما همچنان طرف چپشان مشکل داره. شما بهترین به خوبی ببینید که کارتکس طرف چپ نسبت به کارتکس طرف راست و همچنان تفریق پذیری بین ماده سیاه و سفید اینجا کم شده. هایپودنس موجود است یک خیال و این نشان دهنده یک اینفارکت متوسط کوچک الی متوسطه در قسمت طرف راست فرانتال مریض میکنه. پیش مریض کدام مشکل دیگه نیست. این مریض ما 78 ساله بود. میایم سر مریضه که بعدی ما که این پیش از این مریض ما هست. از نظر کلینیکی مشکل در راه پیدا کردن به اصطلاح اورینتیشنشان است. وقتی که این مریض از بالا ببینیم دو طرف با هم دیگر ساعت کورتکس و سب کورتیکال برای مساوی است. ونتریکل سیستم مساوی هست. نظر به مقطعی که قطع شده اینجا برای ما سیاه رنگ معلوم میشه در حالی که در مقطع بعدی نرمال است. اما دفعتا در قسمت پریتال طرف چپ ما میبینیم که یک هایپودنسیتی موجود است که کورتکس هم احتوا کرده، ساعت سب کورتیکال هم احتوا کرده. نشان دهنده یک استروک است پیش این مریض ما. میایم سر استروک بعدی. پیش این مریض ما سردردی هست و گنگسیت است آنن به وجود آمده و وقتی که ما باز هم از قسمت بالا ببینیم ساعت کارتکس سب کورتیکال ما با هم دیگر یکی است. یک اندازه لوکاریوسس که قبلا گفتم دیده میشه. ونتریکل سیستم ما نرمال است، با هم دیگر مساوی هست. ساعت مید برین نرمال، ساعت پانس نرمال، ولی در قسمت طرف راست سربلوم ما یک هایپودنسیتی موجود است.
این خیال یک استروک ساباکیوت یا کرونیک است که یک اندازه وقت سرش تیر شده و پیش این مریض ما علت سردردی و علت سرچرخی مریض ما عبارت از این استروک است که در قسمت مخیخ یا سریبیلوم به وجود آمده. مریض بعدی ما هم میبینیم یک هایپودنسیتی بزرگ در قسمت پریتال طرف چپشان موجود است. این هایپودنسیتی نشان دهنده استروک متوسط الی بزرگ میکنه. یک اندازه مس افکت داره و دیگه از نظر ساختمان مغزشان مشکل دیگه غیر از این نداره. یک علامه‌ای که خیلی بزرگ میتونیم ببینیم و قابل اهمیت است بخصوص در کشورهای غربی و جایی که ما اندوواسکولار تریتمنت داریم عبارت از دیدن ترومب در داخل رگ است که این یکی از مریضایی بود که ما از افغانستان گرفتم با وجودی که وقت سرش گذشته بود چون تداوی به او شکل ده و افغانستان صورت نمیگیره و از نظر استاندارد ما استاندارد نیستیم. میبینیم که پیش این مریض چی است. پیش این مریض یک استروک بزرگ آرتری سریبری میدیای طرف چپ است. شما بسیار با خوبی میتونین این را ببینین با یک مس افکت که بالای لترال ونتریکل طرف چپ فشار آورده یک اندازه، اما تامو و خوشبختانه میدل لاین چینجز ندیده میشه یا بسیار کم دیده میشه. در قسمت جایی که شریان ما میگذره شما اگر به این خیال متوجه شوین این در حقیقت ترومب بسیار بزرگی هست که تمام سریبری میدیای طرف آرتری سریبری میدیای طرف چپ بند کرده و وقتی که ترومب در حالت می باشه که ساباکیوت باشه به شکل سفید رنگ دیده میشه که به نام دنس آرتری ساینی یاد میکنن. اگر ما در 6 ساعت اول در کشورهای دیگه که امکان EVT یا اندوواسکولار تریتمنت موجود باشه ببینیم ما میریم و این ترومب مکمل میکشیم و این ساحه را ما از استروک نجات میدیم. پیش این مریض بدبختانه چون افغانستان زندگی میکنه و راه دیگه نیست مجبور تایی که فلج مکمل پیشان به وجود بیایه و در بعض اوقات امکان به وجود آمدن یک فشار بلند داخل دماغی به خاطر از اینکه این ساحه اودیمایی میشه و میدل لاین تغییر میده و طرف مقابل پتیله میکنه حتی امکان مرگ میتونه باشه. در بعضی حالات در این کشورها ما یک کرانیوتومی نزد مریض اجرا میکنیم. کرانیوتومی فقط برای چند روزه که تا که اودیمای دماغی بشینه و پس دوباره ما پلیت یا ما قسمت جمجمه را کشیدیم میتونیم پس دوباره به جا کنیم. البته مریض ما همیشه یک فلج تام خواهد داشته. میایم سر مریضی که بعدی ما که یک مریضی است که چند وقت قبل یک استروک داشته و باز هم با یک لوحه استروک دیگه مراجعه کرده. پیشان مشکل در شناخته است. شما ببینید به این سیتی وقتی که ما از بالا ببینیم یک هایپودنسیتی بسیار بزرگ در قسمت فرانتال و در قسمت میدلاین و انتریور فرانتال دیده میشه که اینجا این ساحه توسط شریان آرتری سریبری انتریور اروا میشه. قسمت های پایانتر از این توسط آرتری سریبری میدیا اروا میشه که اون نرمال است. ساحه‌ای که استروک داده شایعه سینگولات است یا در حقیقت همون جایروس سینگولی و آرتری سریبری انتریور ساحه‌ایش است استروک داده. یک استروک قبلی نزد مریض موجود بوده. به خاطر قبلی میگیم که ونتریکل ما در اون طرف بزرگ شده چون ساحه به اصطلاح تکمش کرده و یا اتروفی داده. ونتریکل طرف چپ ما به خاطر به وجود آمدن اودیمای در این ساحه‌ای که استروک جدید است زیر فشار است و این مریضه که ما همچنان در قسمت ناحیه سریبیلوم طرف چپ خود یک اندازه اتروفی داره چون سریبیلوم طرف چپ به نام کراس سریبیلار اتروفی رو میگن به اساس از اینکه از این ساحه اینپوت موجود نیست. این قسمت طرف چپ سریبیلوم هم طرف مقابلش با هم دیگر اینا کامیونیکیشن و ارتباط دارن و وقتی که اینپوت از این ساحه موجود نباشه طرف مقابل سریبیلوم هم میتونه تکمش کنه که به نام کراس سریبیلار اتروفی میگن. امیدوار هستم تا این سلسله کیس ها برای شما یک اندازه بیان کنه که چی قسم میتونه استروک ها قابل دید باشه.
و در کدام حالات ما میتونیم از CT استفاده کنیم. امیدوار هستم از چینل افغان لکچر سابسکرایب کنین و در آینده هم با ما باشین. تشکر از توجهتان.